8 ثانیه. فقط 8 ثانیه فرصت داری تا وقتی برای اولین بار کسی رو میبینی براش یه ذهنیتی از خودت بسازی. اینو تحقیقات روانشناسی ثابت کرده. حالا در کنار این انگلیسی زبون‌ها یه مثالی دارن که میگه the first impression lasts forever، یعنی ذهنیتی که تو در اولین ملاقات با این نفر بهش منتقل میکنی تا ابد توی ذهنش باقی میمونه، حتی اگه اون ذهنیت اشتباه یا تصادفی شکل گرفته باشه. پس این حقیقت خیلی نگران کننده است. در واقع فرض کن یه بلایند دیت داری، تو یه نفر قراره برای اولین بار همدیگه رو ملاقات کنید که اگه همه چیز خوب پیش رفته، از همدیگه خوشتون اومد، رابطتون رو تازه شروع کنید. به محض اینکه میرسی جلوی کافی شاپ گوشیت زنگ میخوره، یکی اونور خط چیزی میگه که حسابی عصبانیت میکنه و تو بیخبر از اینکه طرفی که باهاش قرار داری همون نزدیکیاست و داره این صحنه رو تماشا میکنه، چهرت عصبی میشه، شروع میکنی با داد و بیداد به طرف فحش میدی و تهدیدش میکنی. خب کسی که باهاش قرار داری هیچی از تو نمیدونه، هیچی جز همین صحنه‌ای که همین الان ازت دید و حالا با دیدن این برخوردت تو توی ذهن اون شدی یه آدم عصبی و بددهن، ولو اینکه تو اصلا عصبی و بددهن نباشی. واقعا همین چند ثانیه کافی بود تا قضاوت اون شخص درباره تو شکل بگیره. دیگه تغییر دادن این ذهنیت کار حضرت فیله، تقریبا غیر ممکنه. ولی برعکسش، فرض کن به جای فحش و فحشکاری ببینه تو داری جلوی کافی شاپ یه سگ بانمک و با لبخند و مهربونی ناز میکنی. تو همون چند ثانیه تو توی ذهن شدی یه آدم مهربون، سرزنده و دوستدار حیوانات، حتی اگه توی آدم خشنی باشی که جز سگ از بقیه حیوانات متنفره. پس اینو بدونید دوستان، 8 ثانیه خیلی کوتاهه، واقعا کوتاهه، ولی همین 8 ثانیه ها قدرتی دارن که فکرش هم نمیتونید بکنید. شاید دقیقاً توی یه 8 ثانیه‌ای که حواستون نیست دارین ناخواسته ذهنیت بدی از خودتون برای یکی درست میکنید که تغییر دادنش بعداً خیلی سخته. حقیقت بعدی اینه که زبان اندام و حالت چهرهتون خیلی گویاتر از کلامتونه. حتما پیش اومده براتون که از یه نفر یه چیزی میخواین، طرف با زبونش موافقت میکنه بهتون بده اون چیزو، ولی تمام وجودش بدنش داد میزنه که نمیخواد اون چیزو بهتون بده. یه جوری میشه که شما اصلا پشیمون میشین چرا تقاضا کردین، اصلا میگین ولش کن نمیخوام، یه کاریش میکنم. و مورد آخر این که مردم توی همون ثانیه اولی که شما رو میبینن میفهمن که آیا شما براشون جذابید و آیا قابل اعتمادید یا نه. مثلا آنلاین از عکس این نفر خوشتون میاد، ولی وقتی برای بار اول چه حضوراً چه به صورت آنلاین میبیننش، تو همین یک ثانیه اول میفهمید که یک، آیا طرف واقعا مثل عکسش جذابه، و دو، آیا طرف قابل اعتماده یا نه. پس باید یادمون باشه هر حرکت، هر کلمه و هر واکنشمون داره تو ذهن بقیه حک میشه. همین چند ثانیه های کوتاه میتونن درهایی رو باز یا بسته کنن برامون تو زندگیمون. روز خوش.